در عرض چند ثانیه حتی سرسخت‌ترین چربی‌های سوخته هم ناپدید میشن. راز این پاکسازی چیه؟ همش برمیگرده به یه پدیده فیزیکی به اسم شوک حرارتی. وقتی یخ روی سطح داغ میفته، افت ناگهانی دما باعث میشه ماهیتابه منقبض بشه و ترک‌های ریزی در لایه چربی ایجاد بشه. در همون لحظه یخ فوراً شروع به تبخیر میکنه و بخار آزاد شده آلودگی‌ها رو با فشار جدا میکنه. وقتی یخ ذوب میشه، آبش همه چیز رو میشوره و پاک میکنه. اگه از قالب‌های بزرگتری استفاده کنیم، تولید مداوم بخار باعث میشه چرک‌ها و جرم‌ها راحت‌تر جدا بشن. این یه ترفند فوق‌العاده و مبتکرانه است که با کمک فیزیک یه ماهیتابه داغ و کثیف رو به ظرفی درخشان و تمیز تبدیل میکنه. علمی که در عمل استفاده میشه.